با عرض سلام خسته نباشید خدمت شما عزیزان. امیدوار هستم در کنار فامیل ارجمند و گرامیتان خوب و سلامت باشید. در این ویدیو در مورد خواص و خاصیت‌های بی‌نظیر خرما صحبت می‌کنم. همونطور که گفتم خاصیت‌های بسیار زیادی برای خرما وجود دارد که هم پزشکان و هم علمای دینی بر آن تاکید دارند. در این ویدیو می‌خواهیم هم با خرما آشنا شویم و هم خاصیت‌های آنها را بررسی کنیم. خرما انواع متفاوتی دارد که عبارتند از خرمای کبکاب، خرمای شاهانی، خرمای مضافتی، خرمای ربی، خرمای زاهدی و غیره می باشد. خرما جزء آجیل به حساب نمی آید و خرما یا رطب گیاهی است که هسته سخت و غیر قابل خوراکی و میوه نرم و خوراکی دارد. درخت این میوه نخل نام دارد. خرما در دین اسلام و نزد مسلمانان جایگاهی بسیار خاص و ویژه‌ای دارد. دلیل این جایگاه هم تکرار کلمه نخل در قرآن کریم و تعداد 44 بار است که مسلمانان عقیده دارند این میوه میوه بهشتی است. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای افطار در ماه مبارک رمضان معمولا خرما مصرف می‌کردند. خرما در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر کاشت و برداشت می شود و عمدتا در کشورهای آسیایی و چند کشور آفریقایی برداشت می شود. خرمای کشور ایران از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. در این کشور بیش از 400 نوع خرما وجود دارد که نشان دهنده تنوع زیاد در تولید خرما و همچنین پتانسیل بالای کشور در تولید خرما میتوان گفت مهمترین خاصیت خرما نسبت به سایر مواد خوراکی انرژی بسیار زیاد آن می باشد. ویتامین های موجود در خرما عبارتند از ویتامین A، ویتامین B، ویتامین C و ویتامین E می باشد که ویتامین E خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و باعث می شود بافت های بدن در مقابل اثرات مخرب برخی از ترکیب های شیمیایی محافظت شوند. وجود ویتامین ای در خرما باعث می شود خرما انسان را از بیماری های قلبی و سکته در امان نگه دارد. از آلزایمر جلوگیری می کند و باعث می شود به درمان بیماری های چشمی کمک کند. ویتامین ای نقش بسیار حیاتی و لازم برای فعالیت سالم قلب و عروق بدن داشته و در تنظیم فشار خون لازم می باشد. همچنین وجود این ویتامین می تواند از خون ریزی های مغزی جلوگیری کند. ویتامین C می تواند به سالم بودن لثه ها، دندان ها و همچنین تحکیم سیستم دفاعی بدن کمک می کند. ویتامین B به عملکرد بهتر مغز کمک می کند. برای افراد عصبی بسیار مفید می باشد و به آرامش آنها کمک می کند. همچنین به رفع سوء هاضمه هم کمک می کند. جالب است بدانید مواد معدنی همانند فسفر، پروتئین، پتاسیم، چربی، کلسیم، گوگرد، منیزیم، آهن، ویتامین در خرما وجود دارد. با تشکر عزیزان که تا این دم من را همراهی کردند. اگر تمایل به همچین ویدیوهای مفید و پرکاربرد داشتین پس سابسکرایب یوتیوب چینل ما را فراموش نکنید. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.